اگه گوشی اندروید داشتین و خواستین تصویر گوشیتون رو انتقال بدین روی مانیتور ماشینتون، دوستان خیلی راحته. دو تا کار فقط باید انجام بدین. اول اینکه صفحه نوتیف مانیتور رو میکشین پایین، از طریق وای فای مانیتور وصل میشین به نقطه اتصال گوشیتون. اینو الان وصل شدم. خب حالا اینکه چجوری وصل بشین خیلی راحته دیگه. روی وای فای نگه میدارین، نقطه اتصال گوشیتون که روشن باشه، اسم نقطه اتصال گوشیتون اینجا میاره بالا. مثلا گوشی من آورده، بهش وصلم شدم. بعد دوباره میان اینجا، رو بعضی از مانیتورها نوشته یک منوی داره نوشته میرولینگ، بعضی نوشته تیلینگ. این مانیتور تیلینگ انتخاب میکنین، میگه وایرلس میرولینگ میخواد به صورت بی سی، میگیم بله. گوشیمون اندرویده. اینجا یه بارکدی داره، اسم نرم افزار زد پلاس. هم میتونیم برید تو گوگل اسکنش کنین، نرم افزارشو بگیرین. هم میتونین توی گوگل پلی برین سرچ کنین، اسمش اینه زد پلاس. اینو میزنین، میگه وایرلس کانکشن. بله، استارت ناو. به همین راحتی بس میشه. تمام.